سلام به روی ماهتون. من احمد احرایی هستم از گروه فنی مهندسی ریکو سازه. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با والپست منقطع طبق پیوست شیشم آیین‌نامه 2800 براتون توضیحاتی رو بدیم. پس تا پایان ویدیو همراه ما باشید. بخوایم در رابطه با تفاوت سیستم والپست طبق حالت قدیم که با نقشی اجرا میشد و حالت جدید که با ناودونی‌های منقطع اجرا میشه طبق پیوست شیشم صحبت بکنیم، اول باید با ماهیت اجرایی اون و تفاوت اون توی زلزله آشنا بشیم که اگه بیایم روی این قاب من کامل توضیح میدم که نحوه اجرا به چه صورته، چه تفاوتی کرده، چرا اون سیستم قدیم منسوخ شد و اومدن پیوست شیشم رو در واقع داد. خب توی سیستم قدیم میومدن دیتیلی که میدادن نبشی میدادن، دو تا نبشی، معمولا من نبشی 5 ولی همه میان 4 کار میکنن. حالا خیلی دیگه بعضیا که دیگه خیلی ضعیف کار میکنن 3 میزنن، اون دیگه خیلی ضعیفه. یه میلگردای زیگزاگی باید کار بشه که باز اونم کامل نمیزنن. یا میبینید توی یه دونه نبشی 2 تا بالا پایینش فقط زدن. چیکار میکردن؟ تو حالت قدیم قسمت بالا و پایین جوش ثابت میشد که اکثرا هم پلیت نمیذارن، میلگرد میکنن که اصلا عملکرد نداره. یعنی پول اون نبشی و آهنی که داری میدی و باید بریزی دور، فایده ای نداره. اون سیستمی بود که شما یه پولی هزینه میکردی تو زلزله میدیدی چی جواب نداد. تیم دفتر مقررات ملی بعد از زلزله اخیر که اتفاق افتاد میدن اینو بررسی میکنن، میبینن چه نقطه ضعفایی داره اون سیستم، بر اساس اون ویرایش میکنن، پیوست شیشم رو میدن که تو زلزله های آتی اون مشکلات رو نداشته باشیم. حالا چیه داستان؟ تو حالت قدیم زمانی که میومد بالا پایین ثابت میشد و جوش میشد، خب میومدن به اشتباه یونولیتو به جای اینکه بعد از نبشی بذارن بین نبشی و ستون میذاشتن که عمل کردی نداشت، بالا پایین ثابت بود. تو سیستم جدید که ما اومدیم صحبت کردیم گفتیم کنار ستون که کنار قاب یونولیت میذاریم، یونولیت قاعدش طبق پیوست شیشم میاد میگه که 1/100 ارتفاع شما باشه. یعنی وقتی شما ارتفاعتون 3 متره یه یونولیت 3 سانتی باید بندازی. حالا اگر شد 5 متر 5 سانت میشه دیگه. درست شد؟ اینجا یونولیت میفته کجا؟ بین ستون و تیغه شما که میره تو دل در واقع این ناودونی‌های منقطع شما. تو دل ناودونی‌های منقطع میره که زمانی که در واقع توی زلزله تیغه شما داخل صفحه میخواد جابجا بشه یه حالت ارتجاعی داشته باشه. این یونولیتی که ما اینجا الان داریمش، خب این یونولیت 3 سانته، گاهی اوقات پشم سنگ هم استفاده میشه. هر جفتش میشه استفاده کنید، فرقی نداره. این یونولیت حالت ارتجاعی در واقع برش ایجاد میکنه. تو سیستم قبلی اینو میذاشتن پشت در واقع این والپست ها بین ستون و والپست، دیوار میخواست ضربه بزنه، ضربهشو میزد به نبشیه، پس عملکرد درستی نداشت. اما در رابطه با سیستم جدید که ناودونی های منقطع کار میشن، سیستم چیه؟ ببینید ما تو هر 1 متر باید یه دونه ناودونی منقطع بزنیم. یعنی اگر ارتفاع ستون ما 3 متری هستش، ما 3 تا دونه لازم هستش که بزنیم. اگر شد 5 متر 5 تا دونه میخوایم. اما نحوه اجرا به چه صورته؟ ما تو تقاطع تیر و ستونمون خب یه فاصله‌ای داریم که بهش میگیم فاصله بحرانی تیر. تو این فاصله نباید این ناودونیای ما بخوره، چون سختی ایجاد میکنه. زمانی که این میخواد در واقع تو زلزله عکس العمل نشون بده از خودش، نباید سختی ایجاد بشه واسش. پس به همین دلیل میایم یه قسمتی رو رها میکنیم، هم برای المان سقفیمون هم برای المان در واقع روی ستونمون. حد فاصلی که میمونه رو تقسیم میکنیم. وقتی ما 3 تا دونه آیتم داریم باید به 4 تا تقسیم میکنیم و اون فاصله ها در میاد و ناودونی های منقطعمون رو نصب میکنیم. روی ستون معمولا قطعاتی که میپره قطعات 40 سانتی هستن. البته محاسبه میکنه. تو بعضی از ساختمون هایی که در واقع میشه گفتش که اهمیت بیشتری دارن، مثل بیمارستان ها، ضخامت ورق بیشتر میشه، ابعاد اون بیشتر میشه. اما برای ساختمون های مسکونی معمولا قطعات روی ستون ما 40 سانتی هست
خب و قطعات زیر تیر ما 20 سانتی هستش که هم برای اسکلت های بتونی کار میشه، هم برای اسکلت های فلزی. اسکلت های بتونی به صورت پیچ و رول پلاک انجام میشه، تو اسکلت های فلزی هم جوش میشه. خب زمانی که شما طول دهنه دیوارتون خب از 4 متر بیشتر میشه، باید به وسیله قطعات اچ شکل بیاید این طول دهنه رو کم بکنید. حالا مثلا فرض بکن که 6 متر، میای تو وسطش میذاری که 2 تا 3 متر بشه. طول دهنت بالاتر از 4 متر نباید بره. قطعات اچ شکل که کار میشه، ماهیت نصبش به چه صورت؟ تو قسمت پایین پلیت میذاریم و اتصالمون به صورت مفصلی عین پای ستون، ولی مفصلیش میکنن که یه حالت در واقع بازی زمانی که میخواد بکنه گیردار نباشه. این نکته. قسمت بالاش میره تو قطعات کشویی شکل، ما بهش میگیم قطعات کشویی. قطعات کشویی کارش چیه؟ 2 تا لبه داره، شما اچ تو این داره حرکت میکنه، بالاش به هیچ وجه جوشی نمیخوره، بالاش داخل صفحه حرکت میکنه، فقط 2 تا لبه ها اجازه نمیده که به سمت خارج صفحه در واقع آزادانه عمل کنه، یعنی خارج صفحه مهار شده، داخل صفحه حرکت میکنه. نکته بعدی در رابطه با میلگردهای بستر هست. این میلگرد بستر میلگرد بستری که برای تیغه های داخلی کار میشه، 5.5 سانته. دلیل کوچیک‌تر بودنش هم این هستش که بعداً برای تاسیسات وقتی میخوای شیار بزنی، شیارزن نبره این میلگرد بستر رو قطع نکنه، کوچیک‌تر از ضخامت دیواره. برای تیغه های پیرامونی سایزش 11.5 هسته که شما تیغتی که 15 کار میکنی 11.5. این میلگردهای بستر کارش اینه که 2 سرش میاد قلاب میشه، میفته توی این لوبیایی ها. این لوبیایی هایی که ما تو تمام قطعاتمون داریم، هم تو قطعات منقطع داریم، هم تو قطعات اچ شکل داریم، هم تو قطعات یو شکل. چرا لوبیاییه؟ سوال چرا لوبیایی؟ علت لوبیایی بودنش اینه که شما وقتی اینو قلاب میکنید توی در واقع زلزله تیغت داره حرکت میکنه، حالت مفصلی داشته باشه دیواره، بتونه بره و بیاد، سختی ایجاد نکنه. در رابطه با خمش دیوار، یعنی خارج صفحه بتونه کنترل بکنه ولی داخل صفحه بتونه رفت و آمده رو داشته باشه، باعث تخریبش نشه. فوق‌العاده این میلگردهای بستر تاثیرگذاره، یعنی به شکل به سزای مقاومت تیغه شما رو و سفتکاری شما رو بالا میبره که توی سیستم قدیم ما اینو نداشتیم چون لوبیاییه نبود. ببین یکی از نکات خیلی مهمی که این پیوسته شیشم اومده گفته در رابطه با اتصال تیغه تو قسمت بالا زیر تیر هست. زمان قدیم اگر دیده باشید همه اومدن آجر فشاری رو به صورت مورب کار میکردن، قشنگ تیغه رو به زیر تیر اتصال میدادن. پیوسته شیشم اومد گفت آقا این کار اشتباهه. چرا؟ با بررسی که اتفاق افتاد، کارشناسی هایی که انجام شد، خیلی اوقات ساختمونه ساخته میشد با اینکه یه خیز منفی ما به تیر میدیم، بعد از اینکه این ساختمونه در واقع ساخته میشه و بارها میاد بارگذاری میشه، این یه نشستی داره، فشارش رو مستقیم وارد میکرد به تیغه. موقعی که به تیغه وارد میشد فشارش چی میشد؟ شما ساختمونتو کار کردی، هنوز تمام نشده، هنوز نقاشی نکردی، حتی گاهی اوقات کاشی کردی، سرامیک کردی، کاشی کردی، خب یه ترکی داشتی به صورت 45 درجه، یا ترک ایجاد میشد توی اون ساختمونه. بعد می اومدی میگفتی چیه این ساختمون نشست کرده. دلیل چی بود؟ دلیل همین این بود، نشستی که ما از اون بالا داشتیم که تو پیوسته شیشم اومده چی میگه؟ میگه اون بالا رو اتصالش نده، یه فاصله رو ایجاد بکن و اون فاصله رو با چی پر بکن؟ اون فاصله رو با همین یونولیت یا پشم سنگ پر بکن. خب فقط یه نکته گفته چون داری با اون یونولیت میذاری، اون رج آخرتو میلگرد بستر بنداز، سر دیوارتو مسلح کن، نذار دیوارت آزاد باشه. نکتهش اینجاست. اینم در واقع چیزی هستش که خیلی مهمه و باید اجرا بشه. یکی از سوالایی که خیلی از دوستان میپرسن اینه که نحوه اتصال تو کنار پنجره ها در پیوسته جدید به چه صورته؟ خب ببینید ما برای پنجره هامون میایم چیکار میکنیم؟ معمولا یه لغازی سمت چپ داریم، یه لغازی سمت راست داریم. خب میاد روی در واقع اون ستون ها منقطع ها میخوره و قسمتی که لغازمون داره تموم میشه یه دونه یو شکل مثل این میاد چیکار میکنه؟ داخل تیغه رو میگیره. این طرفش ناودونی منقطع ها خورده، این طرفش هم در واقع یو ها خورده. تفاوتش با اچ شکل اینه که اینجا بالا پایینش جوش ثابت میشه،
دیگه نمیخواد کشویی باشه. اونجا چرا کشویی بود؟ بخاطر اینکه پشتش دو طرف تیغه بود، شما می‌خواستی تو حرکت بره و بیاد، اما اینجا نیاز به اون نیست. فقط لوبیایی‌ها رو داری که چی؟ همون میگه بستر رو بندازی، تیغتو مسلح کنی. قسمت بعدیش چی میشه؟ این طرف پنجره است، اینم این طرف پنجره است. قسمت بعدی میمونه اوکاوت. اوکاوا رو باید چجوری مهار کنی؟ اوکاوا رو با قطعات ناودونی منقطعی که به صورت مکمل در قسمت پایین این میخوره و از این قسمت تیغت مسلح میشه با میلگرد بستر و ناودونی ها. پس نکته در واقع پنجره ها به این صورت هست. بحث بعدی قسمتی هستش که مربوط میشه به نعل درگاه ها. نعل درگاه تو این سیستمی که ما داریم اجرا میکنیم با همون ناودونی ها میتونه اجرا بشه. مثل کجا؟ مثل اینجا در واقع الان اون بالا نعل درگاه داریم. این دوتا قسمتی که ما الان داریم میخواد بعدن روش در نصب بشه، یه حالتی میشه که قوطی شما راحت میاد به این جوش میشه. تو قسمت بالاش هم نعل درگاهی که اجرا کردیم کفیش قشنگ تیغه میشینه توش. حالا اگر این فاصله زیاد باشه حتما علاوه بر دو طرفش که داره جوش میشه ساپورت هم گرفته میشه. این ساپورت کمکش میکنه دیگه. این نکته یه نکته میمونه در رابطه با حالا در واقع زمین هایی که قناس هستن یا زاویه داره. چه اتفاقی میفته؟ ستون و دیوار نسبت به هم زاویه 90 درجه ندارن. این زاویه یا باز هستش، یعنی بیشتر از 90 درجه، یا بسته هست زیر 90 درجه. تو این حالت شما نمیتونید ناودونی نصب بکنید. چرا؟ چون که این زاویه اجازه نمیده تیغه شما با این اون حالت رو پیدا بکنه. چه راهکاری داره؟ راهکارش اینجا هستش که اینجا رو نشون بده. ببین تو این قسمت ما اومدیم همین حالت رو داشتیم. اینجا ستونمون زاویه داره، تیغمون زاویهش بسته است. اینجا اگه ناودونی میزدیم که این تیغه توش داخلش نمیتونست بره. چیکار کردیم؟ طبق آیین نامه اومده گفته میتونید از چی استفاده بکنید؟ گیره و قلاب. این گیره و قلاب ها میخوره رو ستون و میلگرد بسترها تیغه رو مسلح میکنن. نکتهش فقط چیه که گفتم تو اول ویدیو صحبت کردم؟ نکتهش اینجاست، شما تو اون حالت میای توی 3 ردیف کار میکنی، ولی تو این حالت آیین میگه باید 1 رج در میون میلگرد بستر بزنی، چون که ناودونی کار نمیکنی بیشتر باید تیغت رو مسلح کنی. معمولا توی ارتفاع 3 متر 6 الی 7 تا دونه در واقع رج میلگرد بستر میشه، 2 برابر میشه نسبت به اون حالت که تقویت میکنه در واقع تیغت رو. بعضیا میان میگن آقا ما برای ساختمونمون کلشو بس برداریم میلگرد بستر با همین در واقع گیر و قلاب بزنیم. آیین نامه میگه تا 3 طبقه، 4 تا سقف و 3 طبقه شما مجازی، چون بیشتر از اون یعنی ساختمون تعداد طبقاتش که میره بالا دیریفتت زیاد میشه، مجاز نیستی که از این سیستم استفاده کنی و باید از ناودونی منقطع استفاده